الرحمن الرحیم. منتورشیپی رو که ملاحظه میکنید از نظر آموزش کامل هستش و فقط بخش‌هایی که بار آموزشی نداشته و صحبت‌های 2 نفره بوده تخطی شده. امیدوارم که با دقت و تمرکز کامل ببینید و مفهومی رو که اساس این منتورشیپ هست رو درک کنید. با آرزوی موفقیت. یا علی مدد. یه الگوریتمی وجود داره. این الگوریتم هر روز داره تکرار میشه، هر ساعت داره تکرار میشه، هر دقیقه و هر ثانیه داره تکرار میشه. هر کندلی که شما میبینید تو هر تایم فریمی الگوریتم داره. الگوریتمش هم یکیه، هیچ فرقی با هم نداره. بحث فراکتال بودن و توی هم بودن ایناست که گیج میکنه مخاطبو، نمیتونن ازش شیره مطلب بکشن. الگوریتمی که ازش صحبت میکنم یه الگوریتم نیست، هزاران الگوریتم که توی هم تنیده شدن تشکیل یک الگوریتم. الگوریتم قیمتی داریم، الگوریتم رفتاری داریم، حتی بر اساس هوا ابری باشه، هوا آفتابی باشه. جلسه اول شما داستان تریده، همه دنبال تکنیکالن دیگه. بله. تکنیکالن ما بهت میگم کلا 20% داستانه، ولش کن. تکنیکالن رو جلوتر صحبت می‌کنیم. ما میتونیم با این پازلایی که اینجا داریم مثلا به تکنیکال شما دست نزنیم، ما بریم تو سود. ولی بحث قدرت تکنیکال است. 50 آر روی این چارت بگیری، 40 آر، نه که 50 آر بگیری، 50 آر پتانسیل پوزیشنت باشه. تو بهت میگم چند آر باید بگیری، چجوری باید اصلا باش برخورد کنی. سیستم کلا فرق می‌کنه. ما از قصد پوزیشن های اشتباه می‌زنیم. از قصد پوزیشن های اشتباه می‌زنید که لو نره که الگوریتم رو می‌دونید. خب داره چقدر جذاب میشه مثلا داره. آره متوجه شدم. ولی اصلا که این الگوریتم چجوری بهت بگم واسه این هدیه میمونه. خب ما دو نوع آدم تریدر میشیم. حالت اولش اینه که با منتوری که تریدر بیای بالا و مربی هم جو بخواد باشه تا برسونت به جایی که استیبله. حالت دومش اینه که چک و لگد بخوری تو این بازار. به خاک و خون کشیده بشی تا بیای بالا. ما اونجوری اومدیم. ما با چک و لگد اومدیم. بهش میگن چرخه مرگ. صفر خیلی جای قشنگیه اگه بهت بگم از نقطه صفر اومدیم بالا. ما از خیلی پایین‌تر صفر. یک کشوری وجود داره اسم لندن. به اسم انگلیس باشید. بله. و یک شهری وجود داره اسم لندن. برات بیارم که با هم دیگه صحبت کنیم. هم پیمان عزیزمون اینجاست. هر چی از اینجا بره. خانواده جی پی مورگان و روکشیلد که با هم صحبت کردیم درباره‌اش اینا خادوان. حرفی از قدرت‌نسیان نیست. حرف از هرم قدرت. حرف از سلسله مراتب و نظام مالی و سرمایه‌داری درست. یه سوال ازت دارم. منی که پول خودم چاپ می‌کنم چه نیازی به پول دارم؟ یه حساب کتاب نداشته باشه عملاً هیچ دیگه، ولی حساب کتاب داشته باشه خب تو چاپ کردنش هر وقت بخوام چاپ می‌کنم دیگه، هر وقت بخوام درست می‌کنم، مال خودم. خب دیگه عملاً اوکی دیگه. بازارهای مالی معمولاً از سیدنی شروع میشه، درسته؟ بله از سیدنی شروع میشه. اینجاست. بله. میگن از اینجا شروع میشه. حالا اگر من بیام بهت بگم که نه از اینجا شروع نمیشه، از اینجا شروع میشه. جزایر سلیمان. جزایر سلیمان. خب چرا اسمش سلیمانه؟ سوال. برمیگرده به چرا حضرت سلیمان، برمیگرده سلیمان نبی. چرا داره؟ چرا دقیقاً پشت انگلیسه؟ چرا مستعمره انگلیسه؟ خاک انگلیسه؟ چرا مثلا چرا اینجا باید مال انگلیس باشه؟ پشت کره زمین اونه. الگوریتم وجود داره. این الگوریتم ساعت‌های خیلی دقیقی داره. 24 ساعت و 50 دقیقه است الگوریتم روزانه. چجوری توی 24 ساعت جاش میکنه؟ اوورلپ. یعنی 50 دقیقه اول اوورلپ داره هر روز، یا 50 دقیقه آخر 20 دقیقه از دیروز، 30 دقیقه از فردا. 20 دقیقه روز اول، 30 دقیقه روز دوم. این جلسه فقط گوش کن. این جلسه میخوام فقط باهات صحبت کنم. توش ننویسم چون من اینجا آماده است برای نوشتن. بنویس هر چی دوست داری بنویس. خب سمت یک مبدأ در نظر بگیرید برای لندن. میگه آقا این لندن خدمت از که مبدأ از سلیمان شروع میشه، میاد روی لندن، میره برای منهتن نیویورک، دور میزنه، دوباره میاد سلیمان. درسته. بله. یعنی وسطش نصفش کنی لندن. از سلیمان تا فرانکفورت اینجا دارن استاپ میکنن. طراحی شده این الگوریتم روزانه دارن استاپ. با همه اینا مشکل دارن. با همشون، مخصوصا خاورمیانه. میدونستی خاورمیانه حجم عظیمی از سرزمین‌هاشو ایران تشکیل داده؟ ولی ماشاءالله اون بزرگی اون وسط دیگه. اینه؟ ایرانو میگه دیگه. بله. ایران الان اینه. ایران الان اینه. حالا ایرانی که 500 سال پیش بوده که خب خیلی بزرگتر از این حرفا. خب دیگه پس بیا با هم یه چیز دیگه هم نگاه کنیم ها. ما سراپا گوش. توی دنیایی داریم زندگی می‌کنیم که همش دروغه. همش دروغ دادن بهمون در اصل.
1.6 میلیون کیلومتر مساحت ایران. ببین کشور دوست همسایه 17 میلیون. یعنی یه جوری 10 برابر. آره. این روسیه است. درسته؟ این روسیه است. خیلی بیشتر 10 برابره. 10 تا ایران بچین تو این. خیلی بیشتر. روسیه همینقدر ها. ایران خیلی بزرگتر از اینه. خب ایران خیلی بزرگتر از اینه. این نقشه‌ای که می‌بینی که الان جلو چشته اینا نقشه‌های دریانوردی. دریانوردان این نقشه‌ها رو چیدن. و اندازه دریاها درسته، اندازه خشکی‌ها درست نیست. خاطر همین است منطقه زمانی‌ها یک مقدار تفاوت ایجاد شده. حالا کاری باشه. من بهت بگم چیز دیتاهایی که تا الان داری با دیتاهایی که از این جلسه بعد داری خیلی فرق می‌کنه ازش. به خاطر اون داستان‌هایی که وجود داره معمولاً از سیدنی تا فرانکفورت استاپاشون خورده میشه. حالا کیا استاپاشون می‌خوره؟ مؤسسات استاپاشون می‌خوره. مردم عادی و ریتیلرها استاپاشون. هر کسی که داره فعالیت می‌کنه. بازار کریپتو رو ساختن فقط برای اینجا. همین قسمت آسیا. چرا؟ تو ریسک پذیرن. اروپایی‌ها اونجوری که این آسیایی‌ها دارن کریپتو ترید می‌کنن اصلا قابل قیاس نیست. ذاتشون نیست. دانشگاه میشیگان من با جی پی مورگان لندن کار دارم. دانشگاه میشیگان برای جی پی مورگان یه تحقیقی کرد. توی این تحقیق صحبت از این بود که مردم مثلا تاجیکستان یا مردم مثلا سیدنی یا ایران از خاک پا میشن چه رفتاری دارن؟ هوا ابری بود چه رفتاری دارن؟ هوا بارندگی بود چه رفتاری؟ رفتار معامله‌گری مخصوصا. از کجا میفهمن؟ میری راست هویت می‌کنی. درسته. مثلا بس می‌کنی حساب به این سایت هایی که استیتمنت نشون میدن مثلا ما یه بود. درسته. دیدی ریز داستانو دارن چند دقیقه تو معامله بودی ساعت چند معامله تو باز کردی حتی در این حد که چی دیدی معامله بود معامله کامل دارن. از اون یه سیستمی در میاد یه چکیده‌ای ازش میکشن بیرون که میشه یک داده تحقیقاتی که الگوریتم رفتاری داشته باشن ازت. بازار میخواد بریزه ولی ایرانی جماعت اگر یه شارپ بالا بزنه هیجانی بشه میره تو لنگ. مثلا یه لنگ بزنه ایرانی برام تو لنگ بعد بریزه. خیلی شما افتاد در ریزا اینجوری نیست. منظورم که برای چی اصلا این دیتا رو میگیره. حالا تو بازار مالی بیایم بیرون. تو بازار مالی دارن چیکار میکنن؟ پولو از این سمت کره زمین میبرن سمت خودشون و دوستان منحتنشون. منحتن دیدی که چقدر پول داره. آره خیلی شنیدم در مورد. البته یکی دو تا کشورم هستن توی این مناطق مثل سنگاپور. این کشورها که به قول معروف پول دارن. اونا دلایلی دارن. پس اینجا کاشی فهمیدیم اینا دارن یه بلایی سر مردم میارن. داستان پول نیست. دارن پولو از اینا میگیرن که به اینا فشار بیارن. به اینا اذیت کنن. و از اون طرف به دوستان خودشون پول میدن که هواشون داشته باشن. فرانکفورت چرا اتفاق داره براش میفته؟ آلمان چرا داره اتفاق براش میفته؟ هیتلر کم یهودی نکشت. یاد هیتلر نبودم. هنوز مردم آلمان دارن این تقاصو پس میدن ولی با پنبه دارن سر میبرن. الگوریتم چجوری داره کار میکنه؟ یک سری آموزش ها دیدین آموزش سوشاله که زیاد آفرین یه سری آموزش ها داده شده بیرون که مردم با توجه به اونها شروع کنن ترید کردن، شروع کنن معامله کردن و اون کار الگوریتمیک میشه دیگه. شما وقتی این الگو رو ببین معامله کن، شما اون الگو رو میبینی معامله میکنی. آقا این الگو رو دیدی استاپ تو اینجا بذار. شما اون الگو رو معامله کردی استاپ تو اونجا میذاری. میشه الگوریتم. یه الگوریتم رفتاری که شما دارید انجامش میدید، هی تکرارش میکنید. و من یه الگوریتمی دارم که این الگوریتمو از بین ببرم، ازش استفاده کنم. توی منتورشیپ این الگوریتم رو یاد میگیری. که چجوری از این الگوریتم ها استفاده کنی. جدا از اینکه دیگه از این الگوریتم استفاده نکنی. ولی بچه‌ها بازی دارن این کارو انجام میدن. حوصله سر بر راستیتش واسه ما دیگه. وقتی جلوی چشمته هر روز و یه حالت خاصی داره اتفاق میفته اصلا من میریزه. مسخره میشه برات. اینا الگوریتم بلده. خب اینا یه سری رفیق بودن. الگوریتم بلد شدن گرفتن. ولی هر کسی به مسیری رفت. الگوریتم بلده. الگوریتم بلده. الگوریتم یعنی الگوریتم بلدن. اینا آدمایی که با هم بودن. ولی چی میره مورگان برمیگرده دیگه استوری نمیذاره. قبل نزدیکای مورگان رفتن هر روز شورتولان استوری. آره چی شد؟ موجیه یعنی چند تا میذاره یهو چند روز دوباره آروم میشه همه چی. یکی مورگان برمیگرده اجماع میزنه چرا یهو میگه چارت دروغه. آقا فاندامنتال. من واقعیت دیدم از اولیه رو دیدم دومیه که مارکت اکشن رو دیدم دیگه چی بود یه چیز دیگه دیگه چارت نقاشیه. چرا واقعیت همه چیشو قبول دارم صداقتشو قبول دارم کلانشو قبول دارم تکنیکالش اصلا قبول ندارم. نمیگن خب در مورد صحبت نمیکنن. من نیومدم اینجا در اونها من میخوام یه مفهومی وارد کنم. کاری ندارم فلانی چیه. توی این منتورشیپ مفهوم بگیری ستاپ نمیخواد. میزنی. خب مفهوم بده. اول جلسه اول دارم میگم با کی طرفی.
یک سیستم شکم پرستی که تمام علائمی که روی چارت شما می‌بینید تمام علائم اوناست. حالا تحقیق کردی چه می‌دونی ازشون؟ چرا چی؟ چقدر می‌دونی ازشون؟ از علائمشون خبر داری؟ از کداشون، ساعتاشون، اعدادشون، از روزهای عزیزشون؟ نه واقعا خیلی چون علاقه ای نداشتم هیچ وقت دنبالشون نکردم. اینا هم نیست به واسه تریک کردم بدونی، چون من اینجا میدم همش. خب من فقط می‌خوام مثلا چی بگم. چارتی که الان رو صفحه داریش. درسته؟ همه این کندل رو. خب چی هسته؟ هر کندل یک صلیبه. خب هر کندل یک صلیبه. آی سی پی خود مایکل نمیدونم دیده باشه یا نه. البته پاور آف تری میزنه. خیلی کم ندیدم کاملا، البته مثلا دقیقی رو کلا اگه خوشم نمیاد از اینجوری دورش که نمیفهمیم، چون ترجمه ها هم چیزی نیست که اون میگه، یعنی فهمو نمیرسه. مایکل از قصد این کار میکنه. ببین الگوریتم که خاموش میشه و روشن میشه دوباره تا نقاب این چارت رو به خودش بگیره یه ذره طول میکشه. دمدمای ساعت 1:30 صبح به وقت ایران مخصوصا بری روی متا تریدر نگاه کنی الگوریتم بدون نقاب رو میبینی تا دوباره نقابش داده بشه. حالا اینا چی اصلا چه به درد میخورن؟ مهدی نیم ساعت وقت منو گرفتی داری صحبت می‌کنی هنوز از ترید حرف نزدی. الان صحبت نه خوبه اگر چیزی باشه که دیدمو بازتر کنه باعث افتخار ماست. کار داری باهات. اون تریدر چی دیگه؟ آره داری. بعد میام با کیا طرفی فعلا. صرافی ببخشید بروکر بواندا هستیم روی یورو. بله. پنجشنبه ما کلا ساعتمون رو لندن. هیچ تایم دیگه وجود نداره روی این جفت ارزهای یورو و تومان، چون فورکس دست لندن مهمه. هیچ تایم دیگه وجود نداره. از یک ساعت خاصی که واسه توضیح میدم تا یک ساعت خاصی الگوریتم روزانه کار می‌کنه. کل منتورشیپ رو روی الگوریتم روزانه می‌چینیم صحبت می‌کنیم و روزانه ترید کردن رو یاد میدم و خدمت داشته که اگر خواستی طرف پایین‌تر ترید کنی مطالب با تناسب از مبدأ روزانه میبری پایین‌تر ترید می‌کنی، اگر خواستی بری بالاتر به مبدأ روزانه میبری بالاتر تناسب تریدش می‌کنی. الان بیسمون روزانه است. آره روزانه کار می‌کنم. ساعت رو می‌بینی؟ ساعتی که 21:53. بعدیش 54 کندل بعدی میشه 55. بله. بله. 56 57 58 59 بعدیش میشه 22 دیگه. بله. 22 4 5 دقیقه اختلاف. 5 نیست. هنوز نیست. شروع روز جدید که نیست. چون ما ساعتمون فهم کنیم. 10 شب. یو تی سی اگه شروع روز جدید هم باشه خب یو تی سی کندل دیگه. یو تی سی هم که لندنه که. این مثبت 1 یو تی سی میشه 0. نهایتا این 22 میخواد بشه چند؟ بشه 21. 12 شب که نمیشه دیگه شروع روز کندل. خب. 5 دقیقه کجا رفت میشه؟ تو تایم فریم دیلی یه صحبت دیگه با هم کنیم. ببین نمیشه گفت باگ داره ها. باگی وجود نداره. کار دست رباته. هیچ باگی وجود نداره. ساعت تریدینگ ویو یکی از دقیق ترین ساعت هاست. درست. من ساعت کاسیو دیجیتال هستم. هر 15 سال یا هر 10 سال فکر کنم چیزی اولش زیر 1 ثانیه خطا داره. ولی هر 15 روز هر 10 تا 15 روز رو تریدینگ ویو اولش 15 ثانیه اختلاف میفته. ساعتم میفته عقب. چرا باید اتفاق بیفته؟ کندلا رو می‌بینی؟ بله. ما روزهای تعطیل زیادی داریم در طول سال. بله. روزهای تعطیل زیادی داریم در طول سال. ولی بانک ها تعطیلن دیگه، به قول معروف. کل چارت رو نمی‌بندن که. چرا باید یهو مثلا از فرایدی بپره برای سه‌شنبه؟ دوشنبهش بود. داستان از اینجا میاد که این دوستان عزیز میگن سال 360 روزه. نه 365 روز. خب. البته درستش هم همینه. یه روایت من شنیدم از حضرت علی که یک سوالی ازش پرسیدن که سال چند روزه و توی اون روایت جوری توضیح داده بود که میشه 360 روز. مثلا که واقعیت 360 روزه، نه 365 روز. اینا با این ترفندها که مثلا میگن آقا حالا عید تعطیلات سال نو نمیدونم با این کاراشون کندلا رو حذف میکنن. خب که به چش نیاد. به یک دلیل این کارو انجام میدن که شما بگیرید اصلا نباشه دیگه. ولی ما میدونیم دلیلش چیه، برای چی اتفاق افتاده. شما کدوم یکی از معاملاتتون یک شنبه ها بوده؟ من هیچی یه شنبه تعطیله، یه معامله ندارم. توی داستان دینشون فقط شنبه ها تعطیله. یک شنبه تعطیل نیستن. دینی دارم میگم، نه بحث جامعه. خب الان یک شنبه ها تعطیله. بله. یه نگاه با هم اینجا رو بندازیم. همین هفته گذشته رو میخوام نگاه کنم. چه اینجا
فهمیدی؟ این چیزی سر تاشا هم میارن این قضیه رو، میگن که داره از یه جایی نمیدونم فلان جای کاری زمین شروع میشه، از اونجا که شروع بشه اینجا باید بیفته برای ثانیه 21 و 45 این وسط تا اینجا جمعه تمام میشه، اینجا بشنبه شروع میشه مثلا ثانیه. سوال پیش میاد برای آدم که چرا این همه نکات توی این قضیه وجود داره. اسپایک میدونی یعنی چی؟ به کندلایی که پشت سر هم باشه، یه رنگ باشه، قدرت زیادی داشته باشه اسپایک میگن. حالا چیزی که توی آموزش‌ها میگن که خب اشتباهه اینو میگن دیگه. معمولا. اسپایک یعنی میخ طویله. من دارم کتاب پرستی صحبت می‌کنم باهات. خب نه چیزایی که یاد دادن. اسپایک یعنی میخ طویله. توی آی سی تی چیزی مایکل دانش در رفت اسمش سوینگ جوداس. اسمش عجیبه. آره جوداس سوینگ الانم میگن. خب هنوز یک قسمتی از ایران ببخشید خواهش من مردم به یهود میگن جهود. نمیدونم طرف شما هم هست مثلا به یهود میگن جهود. خب جودا یا همون یهودا داره از یه داستانی صحبت میکنه که این مسیح رو در اصل میکشه، کتاب خودشون هم مسیح رو میکشه و خودشون میاد به جای ببخشید یوسف رو میکشه؟ نه یهودا رو میکشه. ببخشید خب کی یهودا رو میکشه؟ کی یهودا رو میکشه؟ یهودا داداش یوسف بود دیگه. این اسم یهودا مثلا آخوند خودمون خب که اشخاصی بودن بهشون میگفتن یهودا. خب این یهودا رو که میکشن خودش میاد اونجا خودش رو به اسم یهودا جا میزنه این شخص و اینو میگیرن به صلیب میکشنش و با میخ طویله، در اسمش همینه، با میخ طویله اینو به صلیب میکشن و بهش میگن یهودای دروغی. یک داستانی از یک کتاب شده. اینا چیکار میکنن؟ اینا زمانی که میان یه همچین حرکتی رو انجام میدن وقتی میرن بالا برمیگردن پایین چی اتفاقی میفته؟ تو آی سی تی بهش گفته میشه آقا یک سوینگ جدایی زده میشه که فیکه، دروغینه. من دارم بهت میگم یه حرکت یهود، یه حرکت یهود داره اتفاق میفته. بریم ببینیم. بله. جایی باشه که قشنگ‌تر بشه. اول کار آسیاس لندن نیویورک همش دروغه، ما میگیم فقط لندنه. یه اتفاقی افتاده لندن که باز میشه یک سوینگ جدا، یک حرکت یهود میاد برای قرار کم کردن کل سمت شرقی که وجود داشته و ورودشون و تارگتشون. حرکت یهود می‌بینی؟ بله. کاملا کنترل شده ما اینجا ورود می‌کنیم و اینجاها خروج می‌کنیم. الگوریتم اون چیه؟ الگوریتم 3 قسمت داره. خب بله. قسمت 1، قسمت 2، قسمت 3. آموزش‌هایی که به همه دادن تو قسمت 1 و تو قسمت 3 کار می‌کنه. دیدی بعضی وقتا تیپی می‌خورن، بعضی وقتا استاپ می‌خورن. ولی دیدی تو معامله خودت پیش اومده. همه پوزیشن هایی که تو این قسمت شما میگیرید استاپ میشه. دیگه تحلیلم درست بود، اومد استاپ منو زد رفت. اینجوریه. لان کرده ولی سوینگ جدای حرکت یهودی هنوز مونده بود. باید بیاد بالغامش کنه. ساعت‌ها رو ببین. از کجا تا کجا چه اتفاقی میفته. لندن که باز میشه چیکارش میکنه و میبره دیپشانش. جسارتا لندنی که میگید منظورتون کل لندن یعنی فرانکفورت هم جزء بشه یا نه؟ بعد فرانکفورت میگید شما؟ بعد فرانکفورت. چون آخه یه موقعی فرانکفورت هم میزنه این حرکتو. خب دوباره اینجا ببینیش. من ساعت‌ها رو مخفی کنم چیزی از چارت خارج نمیشه. ولی وقتی ساعت‌ها رو روشن میکنم دوباره باز همون رو دارم میبینم که قسمت 1، قسمت 2، قسمت 3 دوباره همون شد که اومدن یه سری مردم بیگناه لاین گرفتن، حرکت یهود اومد و رفت. خب عجب نمایی. یک الگوریتم تکرار شونده در همه تایم فریم ها با اولویت‌های پشت سر هم. حالا این کار انجام بده. طرف حسابمون پس مشخصه. ایدئولوژیمون راستیتش بس اینه که با این کاری که داریم انجام میدیم شاید به عمر ما قد نده. اینو شروع کردیم به یاد دادن که دو حالت پیش بیاد، هم جزء نقدینگی دیگه حساب نشه بچه‌ها که پولشون از دست نره و در مرحله دوم از حجمی که برای اونا مهیا میشه برای شورت کردن یا لاک کردن تو حرکت یهود کم بشه و برسه دست ما. یه ترازوی وجود داره. این ترازوها رو ما میتونیم به هم بزنیم خیلی راحت. حتی کسایی که از ایدئولوژی ما پیروی نمی‌کنن هم اشکال نداره. با پول در آوردن توی این بازار
یعنی همین که یاد بگیرن از اون با پول درآوردن دارن هدفی که ما داریم رو تیک میزنن. قدرت برمیگرده. دلیل اینه، دلیل آموزش دادن اینه. پول میاد اینور. یعنی هر چیزی که شما تا الان داری می‌بینی از زورگویی داستان کاملا برمیگرده. حمله 7 اکتبر به اسرائیل اگر باشه کاملا سر الگوریتم اتفاق افتاد. حمله کی به اسرائیل؟ 7 اکتبر. 7 اکتبر. خب کاملا سر الگوریتم بودش. و اون پایینا خود جمهوری اسلامی هم خرید زده بود. کامل رو کریپتو سوار بودن. روی مثلا 4 حرف میزد که قرار اتفاقی بیفته واسه میفهمیم چون الگوریتم تکرار شونده است. زمانی که مانیپولیت میشه یه ذره دستکاریش بالا پایین میشه میگم یه اتفاقی داره میفته. دارن نقد میکنن، دارن انگار پول میارن بیرون که هزینه کنن برای یه کاری. متوجه میشیم باشه. خیلی راحت در اساس. از طرف حسابمون یه جلوش الان یک ساعتی شد که با هم صحبت کردیم، جنبندی داستان رو بخوام انجام بدم. طرف حساب ما مشخصه. دشمن مشخصه. کاری هم که ما داریم میکنیم کاملا مشخصه. حرفه‌ای باید انجامش بدیم. اینجا جایی نیست که ناخونم شکست علنی کج شد. همه بچه‌ها میگم صبح که میرم اینجا واقعا میدونم جنگه. کسی که بخواد پول دراره از این مارکت، حالا هر هدفی که داره، کسی که بخواد پول دراره این مارکت باید بجنگه با داستان. 0 و 1 نیست. یک فرمولی باشه، چراغ جادویی باشه. هر کسی که میاد واسه منتورشیپ، بچه‌ها که تو سود باشن ما که میگیم مثلا نه. اونایی که ضررن یا سر به سرن به چشم بیمار می‌بینیم بچه‌ها رو که آقا یک سری اطلاعات زرد و فشارهای روانی و همه باعث شده که تو این 3-4 سال بچه‌ها یک مثلا بیماری ترید داشته باشن. پاک کردن این بیماری ترید از ذهنشون خب سخته. ما 4 تامون لخته وقتی داریم کار انجام میدیم. هیچ چیزی نداریم. نه اف بی جی می‌کشیم، نه اوردر بلاک می‌کشیم. بعدا متوجه میشید که اوردر بلاک می‌کشیم معنی نداره. توی داستان. و حالا فکر کن داری تایم می‌ذاری، داری هزینه می‌کنی، یه سری دیتا داری می‌گیری. خاطر اینه که میگم شما هر تکنیکالی داشته باشید ما می‌تونیم سود کنیم با پازل‌های دیگه. با تکنیکال دست نزنید. برسیم به اونجا خودت متوجه بشی قضیه چیه و تصویر رو لازم با خودت که با این کار کاری یا با اون کار کاری مثلا دو تا بقول البته دو تا ریزی این چه خبره. ما درستا رو با این ور میزنیم، اشتباه رو با اون ور میزنیم که داستانم نشه. خوبه مثلا قابل مقایسه نیستن. میگم یاره 2-3 دارن میگیرن بعد مفهوم ندارن. میگن اینجوری شد بزن این اف پی جی رو دیدی بزن. شما با اف پی جی بزن ببین چند درصد وین ریت میده. خود مایکل میگه وین ریت من 30 خود ساب کش میگه وین ریت من 30. آقا پس داستان مشخص شد با کی درگیریم، داستان چیه، پشت پرده چه خبره، چجوری کنترل میکنن سیستمو، با آموزشایی که بیرون وجود داره یه الگوریتم سازی میکنن، الگوریتم رفتاری و یه الگوریتم قیمتی وجود داره که میان این کارو. یک الگوریتم مادر وجود داره. الگوریتم مادر فقط به شکل اسپایک. یعنی اگر مانیپولیت ها از بین بره فقط روی چارت شما اسپایک می‌بینید. یک اسپایک از نقطه A میره به B، از B میاد به C، از C میره به D و همین تو تایم بزرگتر داره میره از A به B، از B به C. نمیتونید تریدش کنید دوم. دیدی اسپایک هایی که حجم ندارن با یه کانترکت از A میبرنش به B هر چقدر بخواد باشه بزنش مهم نیست. یکی از عجایب چارت جا مونده بود و میخوان توضیحش بدن. اومدش؟ بله یورو USD اموان اومد. قیمتا رو کار دارم 07 092 بله 07 093 07 094 درسته؟ بله یعنی از 93 تا 94 تا اینجا میشه نیم دیگه. 07 093 مثلا 5 درسته؟ بله یه عدد اضافه تر. آره یه اشاره اگر بخوام اضافه کنیم درست. و بالای اون باید بشه مثلا 07 93 مثلا 8 دهم دیگه تا مثلا بشه 94. بله بله. از اینجا تا اینجا اگه تقسیم بر 10 کنیم باید همینجوری یک اشاره بهشون اضافه بشه تا اینجا بشه 94. درست. 93 رو نگاه کن. هنوز 93 خب اشاره بعدی وجود نداره دیگه باید 93 باشه. تا اون بالای 94 باید 93 بشه. نیم رو رد می‌کنیم میشه 4. یعنی گردش نمی‌کنه به عدد نزدیک‌تر. من به خدا ریاضی گفتم. خب اینا با این اعداد کار نمی‌کنن. با این تایم فریم ها کار نمی‌کنن. اعداد خودشون دارن 27 دقیقه ولی ما رو 30 نگاه می‌کنیم. 2 7 9 اینا اعداد خودشون کار خودشون دارن می‌کنن. ما چجوری از این داستان پول در میاریم؟ با این صحبت. بعد جا افتاده باشه اگه جا نیافتاده باز برام داخل داستان. جا افتاده باشه که با کیا طرفیم و چیزایی که داریم می‌بینیم دروغه. خب من با این یک ساعت صحبت درباره این چیزا خواستم فقط همینو جا بندازم که حالا بریم تو مبحث ترید که ببینیم چه خبره. اگه برات شبهه وجود داره، شکی وجود داره همین بگو بریم سراغش. من فهمیدم که اینجا صحبت می‌کنیم همه ساخته خود ماست. خب اسما رو برداشتیم آره مثلا داریم درباره تری درایو صحبت می‌کنیم. درباره دیاموند صحبت می‌کنیم. اسم برداشتیم داریم ازش استفاده می‌کنیم. ولی طراحیش ما خودمون نیست بیرون. چیزی ازش نیست. هیچ دیتایی ازش بیرون نیست. من میگم من از اون کپی کردم. ببین چیزی ننوشتم رو کاغذ برات بخونم از روش. فعلا دارم صحبت می‌کنم باهات.
ماشاءالله. خب این نشون میده که میفهمیم چه خبره. هم تا کل آخر مترشیپ همینه. هیچ کاغذی من فقط شاید کاغذو بیارم فقط ببینم آقای عباس آقا مثلا جلسه چندم، همین چیز دیگه اینجا وجود نداره. پس یه دیدی بخوام بهت بدم، شما فرض کن من درست میگم. خب فرض بر این باشه که من درست میگم. حالا جلوتر با هم دیگه میریم اینقدر درگیر ماجرا میشیم صحبت میکنیم که برای دیگه کامل مشخص میشه قضیه چیه. بریم ببینیم که تازه داستان ترید چیه. مشتاق. اینا حرف زدیم صحبت کردیم. داستان ترید چیست؟ میخوام یه داستانی برات تعریف کنم. آخر داستان قشنگ میشه که میفهمی مثلا داستان چیه. یک اینوستوریه در مقابل یک شرکت ترید که خیلی هم موفقه، یکی از تاپ‌های دنیاست. اینوستوری میاد یه جلسه یا ست میکنن با این شرکت، مدیر این شرکت، که سرمایه در اختیارشون بذاره و اونا ترید انجام بدن باش. مدیر شرکت ترید میاد صحبت میکنن با هم دیگه و میگه خب چقدر سرمایه‌تون؟ میگه چه اولش 1 میلیارد دلار. اوکی، ما از پسش برمیایم. شرکت بزرگه. میاد پسش برمیاد. چقدر سود میخواید؟ اینوستور پیش خودش صحبت میکنه، میگه $10 داریم صحبت میکنه. اینوستور چطوری صحبت میکنه؟ میگه که من اگر پولام بخوام فدرال 50% داره بهم میده سالانه. دونه حرفایی که میزنم، کلماتی که بهت میگم معنی داره و آخر منتورشیپ ولی بعداً اینا رو میبینی تازه میفهمی که کلمه شده چی. میگه 50% سالانه داره بهم میده بدون هیچ ریسکی. یعنی هیچ ریسکی ندارم، پولمو میخوام اونجا 50% داره بهم سود میده. پس وقتی که پولمو از استیبل خارج میکنم میدم دست شرکت ترید شما، در اصل دارم یه ریسک بیشتری وارد میکنم و بابت این ریسک بیشتری که داره وارد میشه من باید سود بیشتری بگیرم. منطقیه. میگم اوکی مشکلی نداریم با این قضیه. چه سودی میخواید؟ چه عددی میخواید؟ نرم دنیا چقدره؟ حساب کتاب میکنم میبینن که روش 10%، 9.5%، 10.5، 11 نرم دنیاست در سالانه. 2 برابر فدرال. 2 برابر. یاد عروسی رفته بود لندن با یه هج فاندی صحبت کرده بود، اومد گفتش که گفتن چند درصد به ما سالانه سود میدید؟ من گفتم 10. 3 بار پشت سر هم تاییدیه دادم بهم. نرم دنیاست این عدد. نمیشه با توجه فشار میاد. ایرانی جماعتون نگاه نکن. روزی 50% میگم. من برای راحتی حساب کتاب میذارمش 12% توی داستان، ولی 12 هم نیست، همون 10. 0.1% هم خیلیه بخوایم بالا پایین کنیم توی کار ما. اینوستور میگه که من 12% سالانه از شما میخوام. اوکی، چقدر در قبالش دستمزد میگیره؟ ترید دستمزد. ترید دستمزد. اگه در قبال 12% سالانه 10 میلیون دلار هم به شما دستمزدش میده. همین جای داستان استاپ کنیم. یعنی 1% سهم تریدر است. همینجا استاپ کنیم با هم. دیگه برای اون تریدرها مهمه که آقا بمونم تو این پوزیشن، میخواد سقف بالاتر بزنه؟ نه. توبیخ هم میشه. باید عددی که بهشون داده شده انجام بشه. نه کمتر نه بیشتر. هیچ نفعی هم براشون نداره اگر بیشتر بشه. چون دستمزد ثابت 10 میلیون دلاری سرسام. قرارداد امضا میشه. مدیر شرکت برمیگرده، شرکت با اعضای شرکت جلسه میذاره. یه اتاق میشینن. کی اونجا نشسته؟ ارشد تکنیکال. هر کدومشون که دارم بهت میگم فوق تخصص هم میاد. یعنی شما فکر کن دیگه اون آدم ته داستان است. بالاتر از این مثلا نیست در جهان اینجوریه. یه ارشد تکنیکال دارن، یه مدیر معامله دارن، یه مدیر ریسک دارن، یه مدیر سرمایه دارن و یه تریدر بیچاره. تریدر هم کره هم لانه. این معلولیت هم به قول بچه‌ها کم میخنده. این معلولیت هم داره. بنده خدا. مدیر میشه با اینا صحبت می‌کنیم. بچه‌ها یه قرارداد بستیم. فاند 10 میلیون 1 میلیارد دلاری 12% سالانه داریم. پلن چیه؟ کی میاد جلو به نظرت نفر اول که با ماشین حساب می‌کنه؟ کی میاد داره؟ احتمالاً تو این پول اول باید ریسک رو کنترل کرد. مسئول مدیریت ریسکشون باید بیاد جلو. نه. مدیر ریسک نیاد، رئیس مسئول تکنیکال که هیچی. هر کدوم که به چیزش باشه دیگه برات مدیر سرمایه میاد. درست. خب مدیر سرمایه میاد و فقط هم کارش همینجاست. اول کار برای نوشتن یک پلن جامع، یک پلن کلی، یک اساسنامه برای این یک سال ترید. مدیر سرمایه میاد میگه که اوکی مشکلی نداریم، کارشونه، شغلشونه، همشون اون دستمزد میگیرن. مدیر سرمایه میاد میگه باشه من در ماه 22 روز کاری دارم. یه فایکس اون تعطیل دیگه 2 روزش دارم. 22 روز کاری دارم. خدمت درس شود که 12 ماه هم دارم میشه 264 روز. شرکت ما 264 روز وقت داره که 12% سود سازی کنه. برای این آقا
که 10 میلیون دلار دستمزد بگیری. 12% تقسیم بر 264 میشه میشه 200%. نمیدونم هلوش اگه 45,000%. واو. خب میتونید اعداد و ارقام درست و نرم درست. مهم نیست شما چقدر قدرت تکنیکالی داری، مهم نیست چقدر قدرت ترید داری. نمیایم مثل بچه کوچولوها بگیم به اینوستور 45,000% خجالت بکش، من روزی برای 10% میگیرم. اگرم توانشو داری هیچ وقت دیگه اون اینوستور گوسفند فروخته، اگر بلد بود با پولش چیکار کنه به تو نمیداد، خودش انجامش میده. تو تخصصت اینه که از پول بسازی. بس آروم باش، ریلکس ریلکس باش. مکس امینی 45,000%. میگه آقا تارگت روزانه من 45,000%. میزنیدش میرید به سلام. تمام. کار اینا تمام شد. مدیر ریسک میاد با مدیر ارشد تکنیکال صحبت میکنه. میگه آقا تکنیکالی که شما واسه این شرکت داری انجام میدی معمولا چند آر پوزیشن میده؟ میگه حدودا مثلا 10 آر. حرف از 100 110 90 500 نمیزنم مثلا آر. میگه 10 آر. میگه باشه. خود دامه ما میگی 50 آر یارو میگه داره خالی بنده. نشونش میدی لایو جلوش داری میزنی میگه یه کاری داری میکنی نمیشه. آقا دارم جلو دارم میزنم چی نمیشه. میگه 10 آر. میگه باشه روز چند تا پوزیشن میده استراتژیک تکنیکالیت؟ میگه اونش 2 تا 3 تا نواحی هستن که معمولا در قطعه حالت توی استراتژی ما میگیم. حالا ما وقتی که ریورس اون اتفاق بیفته راه بیفته کندل به کندل یک دقیقه میتونی شما پوزیشن با ابزارش با دست خالی نمیشه حساب نمیشه. یه حساب کتاب میکنن میبینن که اوکی 45,000% اوکی اونم که این تعدادو داره همه چیش رواله. میگن اوکی ما میتونیم انجامش بدیم، از فردا انجام بدیم. رئیس شرکت میگه که من حرفتون شنیدم و میدونم که توانایی شرکت ما خیلی بیشتر از این درصدهایی که داریم صحبتش رو میکنیم. 45,000% در روز. من دیدم که شرکتم داره در روز مثلا 3% رو میگیره، داره 2% رو میگیره، ولی روونم دارن این کارو میکنن روزی 2-3% 4%. میگم خب چیکار کنیم؟ دیگه 0.2% هم برای شرکت بگیرید از این پولی که هست. نمیره به اینوستور اون حرفو بزنه، پولی که اینجاست الان برای خودشونه دیگه، اینوستور که اوکی هیچ. 0.2% هم بچه‌ها برای خود شرکت بزنید. 0.2% چیزی باشه مثبت 4 برابر پولی که قرار اینوستور سود کنه. 12% می‌خواد سود کنه دیگه. 46% به اضافه 10 میلیون دلار دستمزد با چقدر؟ روزی 0.2%. من حرف از میلیون دلار نزدم، من حرف از درصد زدم. شما بگو 1 میلیارد دلار، 100 میلیون دلار، 10 میلیارد دلار. درصد کار بدید کار. میگن باشه پس اون 45,000 من بکنم 500 که حساب کتابا داره باشه. میگه که پس یه 500 داشتیم، استاد گفته که 2 هم بهش اضافه کنیم. میشه 25%. ببین هنوز باز 25% در روز. تارگت روزانه شد 25%. اس ال روزانه چقدر به نظرت؟ 25%. نصفش میگم نظر چیه؟ یعنی چی نصفش کنه 25%؟ آره. اصلا بر دوش کنیم. خب اگر این عدد ضرر شد در روز اوکی نصفش میشه 125,000. 125,000 اس ال روزانه‌مونه، درآمدمونه. به قول گفتنی 25% اونم تارگت روزانه‌مونه. اگر تارگت خوردیم میریم خونه، درآمد خوردیم میریم خونه. حل. مدیر سرمایه میره، آقای دوست عزیزمون مدیر شرکت میره. اینوستورم که قبلا رفته بود. مدیر ارشد تکنیکال، مدیر ریسک، مدیر معامله، تریدر معلول که بگید چرا اونجا هیچ اختیاری هم باشه. مدیریت معامله رو معمولا ارشد تکنیکال انجام میده. چون اون میدونه که کجاها جای استاپ گذاشتنه، کجاها جای پارشال کردنه، کجاها جای ریسک فری کردنه. مدیریت معامله رو بس مشخص انجام میده. یعنی در از ارشد تکنیکال مدیر معامله یک نفر. مدیر ریسک و مدیر سرمایه هم یک نفر. اینا جلوتر خلاص نفر. حالا ما اولش جدا کردیم که بگیم کارشون چیه. روز شروع میشه، اولین روز کاریونه. ارشد تکنیکال موقعیت معاملاتی رو میبینه. یک موقعیت معاملاتی. اس ال 125,000 بود دیگه. درسته؟ درست. روزی 2 تا پوزیشن میخوان بگیرن. مجبورن هستیم رو دو کننش. 65 10,000 میشه نمیدونم 63,000 روندش میکنیم. 63,000 خب 625,000 میشه. میشه 63,000% برای 2 تا پوزیشن در روز آمادن. ها؟ بله. این که اگر اینجوری باشه ارشد تکنیکال موقعیت رو میبینه، میگه آقا این اینتری، حالا سرعت خیلی بالاست، من یواش توضیح میدم که یا استراتژی من موقعیت پوزیشن شورت داده و اینتری استاپ، اینم تی پی یه جلوش آره 25 براش در نظر میگیرم. پس یه پوزیشن شورت
با یک استاپ لاسی حالا هر عددی که هست، یک اینتری هر عددی که هست و یک تی پی هر عددی که هست. فقط میدونم ریسک به ریواردم کلوش 25. اوکی. خب کاغذو میذاره جلوی مدیر ریسک و از اتاق میره بیرون. نکته داره، از اتاق میره بیرون. اینجا نمیمونه، توی اتاق هم نداره. مدیر ریسک محاسبه میکنه، میگه آقا فلان قد پیپ از اینتری تا استاپ فاصله است. اگر قرار باشه این قد درصد بالانسمون رو موجودی حسابمون رو ضرر کنیم، پس باید این لاتیج بریم داخل. یه عددی می‌نویسه. اون جلوتر توی جلسات تخصصی در مورد همین صحبت. لاتیج رو می‌نویسه، حجم می‌نویسه. تی پی اینوستوریش هم می‌ذاره. یعنی توی یه سری از لاتیج رو می‌ذاره، می‌نویسه رو کاغذ، می‌ذاره جلوی تریدر و این آقا من از اتاق میرم. تریدر میمونه و یه دونه کاغذی که روش 4 تا عدد، یک کیبورد و یک متا تریدر بدون هیچ دانش تکنیکالی است. فقط کار با متا تریدر داره. عدد درون چجوری وارد شه، چجوری پارشال کنه، چجوری حجم کنه. دو حالت پیش میاد. یا پوزیشن تی پی می‌خوره، روز تموم میشه، تریدر هم میره، یا پوزیشن استاپ می‌خوره، اون دو نفری که رفتن برمیگردن برای پوزیشن بعدی. تو پوزیشن بعدیشون هم دو حالت پیش میاد. یا تی پی می‌خورن، روزشون رو مثبت می‌بندن میرن، یا اونم استاپ می‌خورن، روز منفی بسته میشه میرن فردا. همین کارو دیگه ادامه میده. تریدر هم نداره یه پیپ بالاتر و پایین‌تر از تی پی که مشخص شده بنویسه، انجام بده. برای سودی هم نداره. تریدر هم نداره حرفی کس دیگه رو گوش بده. آقا زودتر ببند، اشکال نداره، من یه دونه پوزیشن دیگه میگیرم، اونو جبرانش می‌کنیم. آقا تو ضرره، اشکال نداره، من تکنیکالیستم دیگه، این برمیگرده، این شادو میکنه میاد بالا، بالایی که سرت اومده. تکنیکالیستت پیش تریدرت نشسته. هر چی میخوای فکر کنی قبل ورود به معامله، قبل نوشتن این کاغذ فکر کن. نه وقتی اینو دیگه گذاشتی جلوش از اتاق رفتی بیرون. حالا تو بیرون اتاق هر چی مانیتور رو نگاه کن، هی هرس بخوره. چه فایده داره؟ کاری از دستت برنمیاد. تریدر داره کارش انجام میکنه، آسمون بیاد زمین، زمین بره آسمون، حرف تو دیگه گوش نمیکنه. اون معامله یا با تی پی بخوره یا با استاپ بخوره. چرا؟ چون حساب کتابش شده، چون اینجا سازمانه، چون اینجا شرکته، قانون داره. پس بهتره هرس نخوری، همین تمرکز رو بذاری قبل ورود به معامله. این معامله به درد میخوره، پتانسیلش هست یا نه. وقتی شما با یه استاپ 0.63000% میری داخل برای گرفتن 25% تی پی روزانه، تارگت روزانه یا آر4 پوزیشن داره 25 پتانسیلش داره. آر4 بشه 4.5 توبیخ میکنه. حالا داری به این فکر میکنی که پس آقا تا 25 داره چرا ول کنم پول بیشتری میخوای پس دیگه. من مثلا داری الان به این فکر میکنی که $10,000 پول دارم، $10,000 رو اگر اینجوری بخوام برم جلو باید یه آر4 بخوام بگیرم، چیزی نمیشه که. من که میدونم اون پتانسیل داره 20,000 $25 واسه پول بیشتری بگیرم دیگه. حساب دادم دیگه ندید بزنم کارش میکنم. پول بیشتری میخوای اینوستور دارم، چرا فشار رو سیستم معاملاتی میاری؟ مشکل اینجاست که دوستان میان چون نمیدونن یه همچین سازمانی وجود داره، یه همچین شرکتی وجود داره. این شرکت و این سازمان درست تویه. متوجه شدم. خب آره همشون خودتی. و اون کسی موفقه که موشکافانه جراحی کنه داستانو که اگر من نیازم اینه ماهی $5,000 و سیستمم طبق نرم و بدون فشار با کمترین فشار داره کار میکنه، ولی داره $3,000 در میاره، $2,000 مثلا داره در میاره، من برای نیاز خودم که $5,000 تاست مدیر ریسک هم نباید فشار بیارم که ریسک رو ببر بالاتر. به ارشد تکنیکال هم نباید فشار بیارم که تعداد معاملات رو ببر بالاتر. یا به قول حالا هر کدوم از بچه‌ها که اینجا وایسن، مشکل اینوستور حساب 50 کاری دستت گذاشته 100 کاری بگیر. اینا رو چیکار داری؟ خودت چیکار داری؟ یا مثلا میای یک سیستمی مثلا یک ماه کار می‌کنی باهاش، 2 ماه باهاش کار می‌کنی، می‌بینی که ضررده، میری یه تکنیکال دیگه، میری مثلا یه سبک دیگه یاد می‌گیری. تو کجا می‌دونی مدیریت؟ تو کجا می‌دونی ارشد تکنیکالت مشکل داشته که میری ارشد تکنیکال رو عوض می‌کنی؟ سبک جدید یاد گرفتن ارشد تکنیکال عوض کردن. تا کجا مشکل بوده؟ شاید مشکل همین ارشد تکنیکال پیش تریدر نشستنه بوده، فقط بقیه چیزا هم اوکی بوده. همین اگر از اتاق میرفت بیرون موقع تریدر کردن همه چی درست بود. چرا این عذاب و چرا این خیانت در حق خود کرد؟ تو این 3 سال نیم عمر دیگه گرانبهاترین چیزی که انسان داره عمرش. پول میره میاد، کم میره زیاد میره، زیاد میره کم میره. هیچ کی خداوند به قول یارو میگه هیچ کس رو گرسنه نمیده، اندازش میاد. میخوام اون مفهوم رو بهت برسونم. سال این بود اول جلسه بهت گفتم اگر با تکنیکالت حال می‌کنی اشکال نداره، سود دهی می‌کنی، کارو انجام میدی با سود ده بشی و بری جلو. بحث تکنیکال بحث قدرت معامله کردنه، بحث پتانسیل معامله کردن. اگر شما با یه 2 3 4 تی پی اینوستور می‌خوره، تی پی اینوستوریت که بماند 5 برابر تی پی اینوستوریت با این آر4 داره می‌خوره. پس حواست به اتاق باشه. این اتاق هر کدومشون رو ما تو این منتورشیپ یعنی جلسه بعد که ما شروع می‌کنیم با
شماتیک الگوریتم چه شکلی هستن، شماتیکش چیه و هر کدوم از قسمتاش چه رفتارهایی هستن. جلسه بعدی دارم دست ارشد تکنیکالتون میگیرم ببرم واسه آموزش. ارشد تکنیکال فکر کنم حدود 3 جلسه تا 4 جلسه کار داره. بعد اونو میاریم میفرستیمش تمرین. میگیم تو برو تمرین. مدیر ریسک رو میبریم برای آموزش. مدیر سرمایه رو میبریم برای آموزش. آخر با اینوستور کار داریم که اصلا ما چی ترید می‌کنیم. ذره بگم چی. آقا من دوست دارم ما با این امر همونجوری که مثل ریتیلرها تکنیکالی کار نمی‌کنن، تکنیکالیستی مثلا دیگه چه سمت کار می‌کنن. همونجوری هم مثل اونا با پراپا کار نمی‌کنن. حالا با پول شخصی ممنون، اما $1 هم حق نداری کار کنی با پول شخصی. کار فقط با حساب‌های پراپا. نه اینجوری که 25% ریسک کنم 1% بگیرم. اینجوری نیست. ما با یه پوزیشن حساب پراپ می‌گیریم. با یه پوزیشن حساب پراپ دست می‌دیم. دلار شروع میشه 10000 تا ایرانش به بالا. چیزی که من خودم اصلا چی معرفی نمی‌کنم. ولی بچه‌ها هم الان کار می‌کنن فاندینگ پیپ بخوام. فاند نیکس یا فاند پیپ؟ پیپ. خب $50 $55 خب حساب دکایی قبل $30 بود. من اولش 8% من دومش هم 4% می‌کنم. 8% می‌کنم چند. این چیکار می‌کنیم؟ $1000 رو می‌ذاریم اینجا. پاریز می‌کنیم برای حساب پراپ. جای مخصوص خودش رو داره رو الگوریتم. درآمدشون 5% روزانه و کلی 10%. 4% استاپ می‌ذاریم روش. 4% خیلیه. من الان داشتم به دیگه ارقام دیگه می‌گفتم. ولی دارم از سطح‌های بعد منتورشیپ برای صحبت می‌کنم که چجوری کار می‌کنه، چجوری در میاد اساس. خب 4% استاپ می‌ذاری واسش. میری تو پوزیشن لانگ. بذاری صفحه برای شیر کنم. 20 دقیقه هست وقت داریم. مثلا اینجا ببینیش. درسته. مثلا این دو می‌بینی پوزیشن به یه استاپ مثلا یه همچین استاپی. خب درسته. و به یه همچین تیپی. آره 6 حدودا. ببینیش. یعنی 24% سود می‌کنیم. فکر کنم چیز 10% می‌خواسته. خب 4% ریسک. 24% نه اینجا پاس شد. اینجا حساب پراپمون اینجا پاس میشه. 10 می‌خوایم، بیشتر نمی‌خوایم. تا 8 می‌خوایم. یا 2 پاسش می‌کنیم. جاهای خاصی داره. اگر استاپ چه میشه؟ یک بار دیگه می‌تونیم این کارو بکنیم. چون درآمد کلی 10%. ما 4% استاپ داشتیم. درسته؟ بله. فرمودن یه بار دیگه می‌تونیم این کارو بکنیم. 2 بار می‌تونیم تلاش کنیم حساب بگیریم. اون حداقل مثلا 5 تا ترید بود دیگه 5 تا بود مثلا تمام شده بکاش. حساب پراپمون رو می‌گیریم 10 تا دونه بس. من میگم 10 تا دونه بس. این 10 تا دونه رو 3 تا رو می‌ذاری توی 4 تاشو می‌ذاری توی فریز می‌کنی تو بانک حساب پراپ برای خودت. 6 تاشو می‌بری رو میزت. با یه دونش کار داری. یه پوزیشن می‌زنی. ماکسیمم 35% حساب باید بره تو سوپ اگر بیشتر از اون بشه حساب پراپ پول نمیده. فعلا اینجوریه. 35%. یه پوزیشن می‌زنی با استاپ 4%. یار 7 ازش بگیری میشه 28%، یار 8 بگیری روش مثلا 32%. 7 پس 7 یه آره 7 ازش می‌گیری. حسابو فریز می‌کنی برای تصفیه آخر ماه میاد. حساب بعدی رو برمی‌داری. فردا دوباره می‌زنی. استاپ می‌خوره. حساب از بین میره. یه دونه دیگه می‌تونی بزنی. دوباره می‌تونی حساب بزنی. حساب دوباره فردا ازت باش می‌زنی. استاپ می‌خوره. حساب از بین میره. فقط سر کذا میره. حساب انداز کنار. از بانک داره بیاری. یه دونه دیگه پاس کن بذار بانک. آخر ماه 22 روز کاریه. تو از این 10 تا حسابی که بوده مثلا 8 تاش فریز الان اونجا آماده برداشته. هر کدوم 30% حساب 10000 دلار. 24000 تقریبا. 30 آره یعنی 24 خیلی سال صحبت کردم. برای پول اون خیلی مسخره تر از این است. از تو تنهایی 10 تا حسابه هر روز یک حسابو داری ران می‌کنی. تو می‌تونی همزمان 5 تا حساب داری تو پوزیشن. تو می‌تونی به جای حساب 10 تا حساب 5 تا داشته باشی. تو می‌تونی به جای یک نفر 5 تا تریدر صحبت کنی. من بیاری خودت بشی ارشد تکنیکال زیر دست هر کدومشون 15 تا حساب بذاری. دیگه پول اصلا من نداره. با پول کار نداره. پول خودش میاد. یه مدیریت کوچیک یه ذره هوشمندانه‌تر میری جلو. یه پوزیشن برای حساب فکر کن حساب مثلا 10 تا $60 است. یه پوزیشن داری میگیری که استاپ $60 تیپی 10000. عقلانیه. یه چیزی فرای عقلانیه. چرا این کارو نمی‌کنی و چرا اینجوری داری پراپ میگیری؟ همین الانش داری اینجوری پراپ میگیری. درسته؟ چرا اینجوری پراپ میگیری؟ آقا تو که می‌خوای $1000 رو بین ببری شانست امتحان کن لااقل. $1000 یه چیزی باشه. من $50 هم بزنم $60 هم بخوام بزنم. تقریبا 20 تا کمتر میشه. $60 بزنید میشه 16 تا. از این 16 تا هر کدومشون 2 بار میتونه به تو فرصت بده. 32 تا. چه 32 تا؟ از این 32 تا شانسی هم نمیتونی چند تاش بزنی. و فقط اولش سخته. یه دونه از حساب، دو تا از حساب، سه تا از حساب فریز بشن، 4000 $5000 $6000 فریز داشته باشی سر ماه بریزن برات. دیگه اینجا چه سختی؟ آقا انجامش بدید دیگه. آره فقط ادامه. با حوصله سرش.
اون موقع میتونه مسخره است، چون یه چیزی که داری اولا داره هر روز تکرار میشه. فقط اینجوری واسه نگاهش کنی ساعتش برسه بگی خب اینا حرکت کردن، جمع کردن، لانگش کن. چقدر لانگش کن؟ آسه تا حسابو درگیر کن. 3 تا 4% درگیر کن واسه لانگش. تیپی کجاست؟ تیپی اونجاست ولی 120% همه حسابا فیوز. از خری نیست. میرسونم به اونجا که این سیستمو مدیریت کنی، چون این اتاق الان تو ذهنته. این اتاق تا 2 ساعت پیش اصلا وجود خارجی نداشت، ولی الان تو ذهنته. تو مسیر از ذهنت میکشیمش بیرون. اولین نفری که میاریمش بیرون مدیر ریسکه. اولین نفری که از ذهنت میاد بیرون مدیر ریسکو با از این اکسپرت ها میاری بیرون. ماجیک کیس. خب نیاز نیست حساب کتاب کنی، نیاز نیست خودتو بپایی که من روزی 3 تا ترید بیشتر بزنم نمیتونم، دچار اوور ترید میشم. به این میگیم 3 تا آسمون بزنیم بیا اینو بشکنی، برنامه‌ش عوض کنی. هر کاری کنی نمیذاره تو اون روز بیشتر 3 تا افول کنه حساب. یا میخوام دقیقاً اون لحظه‌ای که کندل کلوز میده من اینتری کنم و استاپم با حجم محاسبه شده زیر اون اتفاق میفته. یه دو مثلا چند درصد حسابمون بره. یه مدیر ریسک کاملا هوشمند، کاملا سریع و کاملا تخصصی. دونه دونه میکشیمشون بیرون. هر چه تکنیکالیش خودتی، مدیر معامله خودتی، مدیر ریسک که اینه. چی می‌خوای دیگه؟ به نظر خودت دیس نه پلن درجه 1 ان شاءالله انجامش بدیم که مسیر اینه. مسیر اینه. ما در اصل تو منتورشیپ داریم چی میدیم؟ یه دونه جاده میدیم. یه ماشین میدیم. مکانیکی یادت میدیم. استارت بزن راه بیفت. تا زمانی که راه نیفتادی روک بهت بگم من نمیام دنبالت بگم راه بیفت. نگاه نمیکنم. راه بیفت، ماشین شروع میکنه به ریپ زدن. وقتی درگیر میشی با سیستم میای توی چارت روزانه شما بک تست نداری، فوروارد تست میکنی. هر روز آنلاین تست میکنی. بک تست توی چک لیستی داره، چک لیست باید باشه. یعنی اول پرواز حالا براش مهم نیست. شاید نزدیکای بازنشستگیش باشه اصلا. چند ساعت پروازی داشته باشه مهم نیست. هر پروازی که انجام بدی با چک لیست انجام بدی. برای ما معامله همینه. هر معامله واسه پرواز مهمه. چک لیست رو انجام بدی. چک لیست رو انجام دادی. درست پیش نرفت میگم مهدی این چک لیست من اینم پوزیشن اینم قیافش چرا نرفته یا من میدونم میگم منم نمیدونم بریم ببینیم چرا اینجوری شده. حق نداره این داستان الگوریتم هیچ وقت حق نداره. خدمت درس شد که ماشین رو استارت میزنی حرکت میکنی شروع میکنی ریپ زدن میزنی برن ریپشو تنظیم میکنی موتورشو تنظیم میکنی اگر خودت بلد بودی تنظیمش میکنی اگر نبودی زنگ میزنی اون خودت تنظیمش میکنی دوباره حرکت میکنی یه ریپ دیگه میزنی بغل اینا میکنه ادامه میدی تا دیگه صاف شد داشتی حرکت میکردی میای جلوتر. اولش مثال بزنم بچه‌ها جلوتر تو مسیر ما گاراژ داریم رو ماشین 12 میبندیم تو سرعت بالا. 7 جلسه منتورشیپی که با هم صحبت کردیم یعنی با هم صحبت میکنیم مفاهیم اولیه داستانه. ما جلوتر با فیدبکایی که ازت میگیریم این پوزیشن رو میگیری برامون میفرستی. من میبینم که مثلا عباس داره تلاشش رو میکنه رسیده به این قسمت توی این مورد یه مشکلی هست با نیم ساعت آنلاین شدن صحبت کردن درباره اون ریپش برطرف میشه شروع میکنه سرعت گرفتن دوباره داستانش مربی داره همین میکنه دیگه. وگرنه من یه پولی از شما بگیرم 7 جلسه بیام اینجا با شما صحبت کنم بعدم برم که دیگه واسه چی اصلا اومدم پول رو می‌خواستیم. نه متوجهم خدا خیرتون بده. آره مدد بشم زیاد وقتتون نمیگیرم. نه بزرگوارید ما استفاده می‌کنیم. مدد بشم امیدوارم که حالا جلسه بعد بذاره اوکی باشه متوجه سری داستانا شده باشی. این داستان اتاق خیلی فکر کن. من اینو از دست آوردم اول منتورشیپ همیشه میگم اول صحبت می‌کنم که بچه‌ها اول بفهمن که چه خبره. هم از داستان‌های پشت پرده چهار تا خیلی چیزاشون نگفتم. هم از این قسمت که یه اتاقی داری شما اتاق تو ذهنته و هر کدومشون باید متخصص بشن تو این منتورشیپ و هر کدوم کار خودشون رو انجام میدن تو کار دیگری هم دخالتی نباید داشته باشن. الان قشنگ ضعف این 3 سال و نیم گذشته اومده جلوی چشم. چی کار کردی کدومتون چی کار کردید مثلا جلوی چشم. ان شاء الله امید خدا برای شما رو تریدینگ ویو خدمت درس تحلیل انجام میدی توی رابطه هم توی همون نقطه همون لحظه کار انجام. این داستان چیه؟ داستان حساب‌های ECN. خب در مورد حساب‌های LP لیکویدی پول‌ها و حساب‌های اکونومی یا ECN. حساب‌های ECN مستقیما مثلا به بازار جهان. درست. حساب‌های LP مخصوص خود بروکرها. که وصلت نمی‌کنن میدونن شما ضررده پول مال خودشونه. شما تو حساب‌های ECN محال ممکنه شادویی ببینی که روی بروکرهای بزرگ یا حساب مثلا wanda.forex.com FXCM تو اینا مثلا باشه. حساب ECN بروکرها منظورم. بروکر خودش کار می‌کنه میاد میگه فلان این حساب جهانیه روی این ترید کن وقتی بردی به من بروکر ربطی نداره من کمیسیون میگیرم اسپرد هم صفر. حالا اونم میاد ازمندی میکنن مثلا ECN پرو یا ECN پرو کلاس اون دو پیپ اسپرد داره این یک پیپ اسپرد داره این اصلا اسپرد نداره اصلاً دو کمپاسی هست. معمولا حساب LP هستن که این مشکلی که گفتی رو ایجاد میکنن و شما با حساب LP کار کنید اصلا مال ما نیست حساب LP
نه محل بروکر ممکن تحلیل فکر کردی با ترید چقدر تفاوت داره؟ فکر کنم خیلی فرقش باشه. ما تحلیل صبح می‌کنیم. خب اون چک لیستمون تحلیل صبح انجام میدیم. بعد دیگه بقیه‌اش رو بسته به شرایط حالا بچه‌ها چه ما فعلا به شما میگیم باید وایسید. ما خودمون وای نمیستیم. ما تا به اونجا بخواد برسه مثلا تحلیلمون اینه که بریم تو بای ساید بیایم بریم تو سل ساید رو. قیمت هنوز توی اون ساعتی که ما بای چارت نشستیم بای ساید نرسیده. ما تا بای ساید لاینش می‌کنیم. می‌باید بره تا اونجا. ولی بچه‌ها که مثلا منتورشیپ می‌ذارن فعلا اول کار میگیم نکنید این کارو. وایسید به بای ساید برسه چون حرکت اصلی روز بای ساید به سل سایده. صبر کنید از بای ساید شورتش کنید. این لاین دیگه نگیرید. روز ریزشیه. خب روز ریزشی. اون لحظه‌ای هم که داره اون اتفاق میفته ما از های تایم فریم بالا حالت مخروطی شکل کوچیک میشیم میریم تا یک دقیقه. از یک دقیقه پایین هم دیگه به بچه‌ها میگیم نرید چون از اونجا میشه فرکتال ثانیه رو دید. میریم تا اونجا یه اتفاق کوچیکی میفته. اون اتفاق کوچیکی که افتاد پوزیشن رو میگیریم با همین آد ساعت کرد برمی‌چرخیم که خب اون لحظه‌ای که اتفاق کوچیکی داره میفته هیچ کدوم از بروکرها اجازه دستکاری تو نخ مختار نداره. نمیدونم چقدر تونستم منظورم رو برسونم. اون حساس ترین نقطه است. باید یک دیوار نامرئی اونجا یک اعداد و ارقام مذهبی خواهد خب هیچ نمیتونه اونجا دستکاری بکنه. اگر هم بخواد بکنه در حد دیگه اینو بازش کردن برای نیمه رو یه ذره همون قدر در اون عدد در اون اعداد. خب ما تایم فریمی نیست که بخواد به قول یارو تفاوت قیمت تریدینگ ویو و بروکر ایجاد مزاحمتی بکنه. ال وی نمیگم ای سی مهم نیست برامون اتفاق بیفته. آقا دوستان عزیز قربونت برم شما بیا روی حساب پرا حالا هر شرکتی که حالا میتونه بچه‌ها اومدن صحبت کنن ازشون بپرسید. ولی اصل کار اینجا چرا ما رو حواله میدید به بچه‌ها؟ من صحبت نمی‌کنم من میدونم یه ذره میگم حساب ما رو. نه روزی که بود استیتمنت می‌خواست گفتم من میشنم بیخیال. من نشون نمیدم. بریم یورو نگاه. بریم یورو مارکت بزنه بمونه. این مارکت رو بمونه. و بروکرت که فانی که مثلا به حساب داده روی اون حساب اینجا وایس نگاه. اون زد این همون اینجا داره میزنه. همینجا کلیک کن. کار تمام. نه از اسپریدش بترس. اون معمولا حسابشون حسابایی که اسپرید ندارن اسپریدشون پایینه. جدی نه. قوانینش اول بهت میگم. مثلا ما خبر داریم خبرا رو میدونیم کدوم سمت میاد. یه سری حسابا میگن شما اجازه ترید رو خبر ندارید. آره متوجه. شما میتونید تو لحظه خبر چیز ندارید. چی میگن؟ اجازه ورود و ترید ندارید. از قبلش اگه تو شورت باشه خبر شورت شه مشکلی نداره. مثلا یه 3 ساعت پیش شورت کردیش 4 ساعت پیش شورت. اول صبح بدونی کدوم سمتی سوار باشید یه طوری نیست. ما الگوریتم شروع میشه میدونیم که چه خبره. شروع میشه دیگه الگوریتم روشن میشه بالا خاموش میشه روشن میشه خاموش میشه روشن میشه. وقتی روشن میشه چون فرکتاله میزنه پایین میزنه بالا میزنه پایین میزنه بالا. چون نقلیگی داره حرکت میکنه. میزنه پایین میزنه بالا و همونجوری داره بزرگ میشه. مخروطه یادته؟ آره. از کوچیک میاد بزرگ دوباره بزرگ میره کوچیک الگوریتم میشه. یه همچین شکلی داشته باشه. از کوچیک میاد بزرگ میشه میاد. معمولا دقت درست کل بازار یک پینباره یک دوجیباره که اسکیلش رو باز کنیم تریدینگ نمیخواستم شماتی کرد دکتر ولش کن درصدش آخه حیف دور نیست چهارشنبه جلسه دومه آمدی باشه چیزی نیست که ببین من همیشه بچه‌ها میگم بخوام تمومش کنم یه روز تموم می‌کنم درست ولی میخوام دم بکشم یه دیتا سنگینه خب دیتاهای خود الگوریتمی که داستان یه ذره سنگینه هر چقدر من ساده سازیش کردم بازم یه ذره انسان می‌بینه چجوریه الان من یه چیزی به شما میگم برای جالب باشه تا مثلا 15 ثانیه 20 ثانیه بعد حرف منو نمیشنوی بخاطر اینه که آموزشا رو میای دوباره نگاه می‌کنی چیزای جدید ازش یا من این آموزش رو دیدم ولی الان دیدم اینو فهمیدم چرا اون رو نفهمیدم این انسان اینجوریه بذارم میکشه هستی کجا ما بریم درباره اونایی که پشت داستانن نمیخواد فکر کنی فقط بدون که اصلا و خبر صورت که من همیشه میخندم یاد مثلا میافتم که چه فکرایی میکنم واسه ما کامل نوشته شده روشن قضیه که پایان دنیا بشه شکلی ولی اینا داشت کار می‌کنن مثلا خنده دار میشه این قسمت اتاقی که برای طراحی کردیم در صحبت کردیم یه بار دیگه که خواستید ریویو کنید چند روز مثلا یه روزی فقط یه ذره ریویوش کنید این اتاق رو برای خودت منظمش کن قشنگ بسازش خوشگلش کن تجسم کن حتی اصلا نقاشیش کن این نمیدونم این قلم رو کاغذ چه قدرتی داره هنوز درکش نکردم ولی داره این اتاق رو برای خودت بچین تفکیک تو انجام بده اینوستور پراپه اینوستور رو کار نشته باشه شرکت ترید تو درست کن که دونه دونه بیاریمشون بهشون درس بدیم تخصصشون رو